با عرضه بیش از 3 میلیون کتاب با 380,000 عنوان، سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه با حضور 250 شرکت کننده از 15 کشور برگزار شد. دوره سوم نمایشگاه بین‌المللی سلیمانیه با مشارکت بیش از 250 شرکت کننده از کشورهای اروپایی، عربی، ایران و ترکیه هم مشارکت کردند. بیش از 3-4 میلیون کتاب اومده با نزدیک به 380,000 عناوین مختلف. بخش ایران در نمایشگاه چشمگیر بود. بیش از 40 ناشر با 1300 عنوان کتاب حضور داشتند و همچنین در طول روزهای نمایشگاه چند برنامه فرهنگی برگزار شد. خوشبختانه در دوره جدید، در سومین دوره نمایشگاه کتاب سلیمانیه، با پیگیری هایی که از طرف سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه انجام شد، حضور بیشتر و قوی تری نسبت به دوره‌های قبل از طرف ناشران ایرانی بود و بیش از 40 ناشر ایرانی کتاب‌های خودشون رو در بیش از 1300-400 عنوان کتاب عرضه کردند. خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر ایران در سومین نمایشگاه کتاب بین‌المللی سلیمانیه برای نخستین بار در قالب غرفه ملی حضور پیدا کرده است. در این غرفه بالغ بر 800 عنوان کتاب با موضوعاتی همچون دین، ادبیات معاصر و کلاسیک، ادبیات پایداری و دفاع مقدس، کودک و نوجوان، ایرانشناسی و هنر و سایر موضوعات در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است و امیدواریم که انشالله این حضور مثمر الثمر باشه و این حضور تداوم داشته باشه و بتونیم در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه هم انشالله حضور فعالی داشته باشیم. مردم منطقه کردستان عراق از وجود خانه کتاب و مراکز پخش کتاب ایران ابراز خوشحالی می‌کنند. وزیر آموزش پرورش منطقه کردستان عراق هم زبان فارسی را زبان غنی دانست. امروز ما در سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب هستیم. در سلیمانیه چند مرکز پخش کتاب وجود دارند و کتاب‌های ایرانی زیادی عرضه می‌شود. فرهنگ نوشتن با زبان فارسی فرهنگی غنی است. امیدوارم بازدید کنندگان از این فرهنگ سود ببرند. من از ارتباط فرهنگی میان ملت‌ها حمایت می‌کنم. نوسیم با زبان فارسیش کلتوری دولمنده. درباره کتاب‌های فارسی یک نکته بسیار مهمی رو امسال دیدم که بیشتر درباره کتاب‌هایی که به زبان فارسی کمک میکنه و یادگیری زبان فارسی رو در اختیار عموم مردم قرار میده، این نکته رو مشاهده کردم. به همین خاطر این نکته بسیار حائز اهمیت بود که کتاب‌های فارسی امسال یک رونق بهتری پیدا کرد. من امروز فقط دنبال کتاب ایرانی بودم چون دوست دارم از این طریق با زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی آشنا بشم. نمایشگاه خوبی بود. زبان شیرین فارسی رو خیلی دوست دارم. من میخوام اینجا یک کتاب پیدا کنم که زبان فارسی بهم یاد بده. سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر سلیمانیه به مدت 10 روز ادامه دارد. هر روز از روزهای دیگر شلوغ‌تر از کتاب دوستان منطقه کردستان است. سروش سازانی خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانیه، عراق.